حوصله سربر نباشه. اما در همین حد بدونید که ت دو نقطه در زبان عربی به وجود اومده و ت دست صدا از زمان ساسانی ها وجود داشته. نمونهش سکه‌ای که در دست من میبینید از سکه های تبرستانی هست و ضرب تپورستان یا تبرستان. اگر دقت بفرمایید دوبار اینجا وات یا واکه ت دست صدا رو میبینید، تپورستان، و اینجا هم باز دوبار ت رو میبینید در واژه 100 و در واژه 20 که سال پادشاهی رو نشون میده. و پشت همین سکه شما 4 بار وات ت دست صدا رو میبینید، ت ت ت و ت. این رو با هم می نویسیم که شما با این وات آشنایی پیدا کنید. تپورستان. دقت بفرمایید وات اول ت، وات دوم پ، او، وات ر، وات س، تپو، رس، دوباره ت، آ و نون. تپورستان. تپورستان. حوصله سربر نباشه. اما در همین حد بدونید که ت دو نقطه در زبان عربی به وجود اومده و ت دست صدا از زمان ساسانی ها وجود داشته. نمونهش سکه‌ای که در دست من میبینید از سکه های تبرستانی هست و ضرب تپورستان یا تبرستان. اگر دقت بفرمایید دوبار اینجا وات یا واکه ت دست صدا رو میبینید، تپورستان، و اینجا هم باز دوبار ت رو میبینید در واژه 100 و در واژه 20 که سال پادشاهی رو نشون میده. و پشت همین سکه شما 4 بار وات ت دست صدا رو میبینید، ت ت ت و ت. این رو با هم می نویسیم که شما با این وات آشنایی پیدا کنید. تپورستان. دقت بفرمایید وات اول ت، وات دوم پ، او، وات ر، وات س، تپو، رس، دوباره ت، آ و نون. تپورستان. تپورستان.